با جلالت علیرضا رضایی. من یه توضیح بدم چون ساعت 12 شب گذشته منظوری که بازی رو سریع‌تر اجرا کنیم. استودیوی گالهای آب ساعت 12 شب گذشته و مجبوریم که بازی ها رو سریع‌تر اعلام کنیم، سریع‌تر بازی رو انجام بدیم و از اینکه همچنین رو در کار مشاهده می‌کنید از شما عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم که در مسابقات بعدی ویدیوهای زیبای شما باشید. سپاسگزارم. حسن جعفری درسته
اینکه رنگاور با چه فایتری خواهد بود. من این سری از کوچ برنز وارد میشه. بازی بعد بین امیر محمد تویدی و محمد رضا بخشیه. بازی بعد امیر محمد تویدی و محمد رضا بخشی. برنده میدان بسیار قرمز منتظر رأی سرداور است. علیرضا رضایی برنده میدان گروه برنده فایتر. نبرد بهترین های کیک بوکسینگ در تهران در خدمتتون بودیم. 14 بازی حرفه‌ای رو داشتیم و اینکه در 3 راند 3 دقیقه‌ای برگزار شد. نصف بازی‌ها به دلیل کمبود وقت در 2 راند 2 دقیقه‌ای برگزار. امیدوارم که همیشه همراه ما بمونید تا ورزش کشور و کیک بوکسینگ و موی تای مخصوصاً در ورزش‌های رینگی به نمایش گذاشته بشه و از ظرفیت‌های این رشته به خوبی استفاده بشه. من هامان طیبی‌ام و با برنامه استودیو رینگ در خدمتتون خواهم بود. در این برنامه قراره کلی اتفاقای خوب برامون بیفته. پس ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله این پایین رو بزنید تا از پست‌های بعدی ما مطلع بشید. حالا برنامه‌مون راجع به چی هستش؟ الان بهتون توضیح میدم. ما اینجا هدفمون آموزش، سرگرمی و ایجاد هیجان برای شماست. در مورد بخش آموزش باید بهتون بگم من به همراه تیم خوبم قرار از این به بعد به باشگاه مختلف ورزش‌های رزمی بریم و از اساتید با تجربه این رشته براتون کلیپ‌های آموزشی تهیه کنیم و در همین صفحه باهاتون به اشتراک بذاریم. مسابقه هم داریم بین کی؟ بین ورزشکارایی از شهرهای مختلف در سطوح مختلف همراه با ادیت حرفه‌ای و گزارشگری خودم. در برنامه‌های بعدی ما با قهرمان‌های بسیار زیادی روبرو میشیم و ازشون مصاحبه‌های جذابی براتون ضبط می‌کنیم که توش کلی مطالب فان و آموزشی خواهد. و در آخر ما اینجا وضعیت باشگاه‌ها رو هم براتون بررسی می‌کنیم تا اگر خونتون به این لوکیشن ها نزدیک بود ورزش رو از همین الان به صورت حضوری شروع کنید. اگر باشگاه داری، مربی هستی و دوست داری تو این مسیر با ما همراه باشی حتما با ما در ارتباط باش. ما اینجاییم تا استعدادها و قهرمانای کشورمون رو به همه معرفی کنیم و این افتخار ماست که قدم کوچکی رو تو این مسیر براتون برداریم. دوستتون دارم، منتظر پست بعدیمون باشید. سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. تا درودی دیگر بدرود. من هامان طیبی‌ام و با برنامه استودیو رینگ در خدمتتونم. رو بزنید دکمه زنگوله این پایین رو بیا و خدا یه خورده اگه بتونید تو بیایید استودیو رینگ در خدمتتونم.